سلام علیکم، شب بخیر. برنامه تهران 20 و امشب بحث یارانه ها، کمکی که میتونیم هر کدومون به سهم خودمون و خانواده‌ای که همراه ما هستن به کشور بکنیم. اولا که هنوز شروع نشده تو قاطی کردی، تای بحث رو لو دادی. اسمش کمک دولت به مردمه. حالا میگی مردم چه کمکی میتونن به دولت بکنن؟ ثانیاً معرفی ما چی شد؟ حالا برای اینکه بیننده‌مون بیشتر آشناشن، حوزه تحصیلی و تخصصی شما چیه؟ کی؟ از خودم میپرسه. ابر استراتژیست نظام، تکتاز جاده های پرپیچ و خم هراس، تو شب دنده عقب با بار میلگر 30 تن. کسی که رو کردن خودش بلند میشه هد میزنه و توپو با تور آشنا میکنه. برو سر سوالاتت که خیلی خلاصه گفتم. آقا ما امروز روز ثبت نام یارانمون هست، بنده تا الانم ثبت نام نکردم. چیکار کنیم؟ ثبت نام کنیم یا نه؟ نظر شما چی؟ بیکار نیستم که بیام به تو راهنمود بدم. کی؟ مشنگ؟ ثبت نام کردین؟ تو چه کار داری؟ برنامه تو اجرا کن. انصراف میدهید یا نمیدهید؟ به تو چه مربوط آخه؟ الان وضعتون خوب شد یا آدم آب رادیاتور ماشین رو بخوره اما گیر آدم مشنگ نیفته. بیرا نگاه نظیر ببینین، درسته که امسال سال اسبه ولی چیزی از خریت بعضیا کم نمیکنه. اما من از کوره در نمیرم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که سعی کن تو زندگیت عین زودپز باشی، درست اون موقعی که جوش میاری سود بزن برای خودت. هوش حواستو جمع کن، سوالاتتو بکن. ناکس. رهبر معظم انقلاب چند روز پیش سیاست‌های کلیت رو ابلاغ کردن. حالا بگید که این قانون هدفمندسازی یارانها تا چند اندازه میتونه همین مباحثی که رهبر انقلاب گفتن اجرایی کنه؟ اولش اینو بگم که مردم سر این طرح خود انصرافی خیلی نامردی کردن. یه طوری زدن پس گردن حاجی روحانی که ترقش تو اروپا هم شنیده شد. آخه بده، تو که خودت هم دست تو کار بود فهمیدی که چی گفتن به شیخ فری؟ گفتن که خودتون خسته نکنید، ما انصراف نمیدیم. اینی که این میگه تازه 10 آب شستشه. حرفای دیگه هم زدن. کلا سر داستان یارانه ها ظرف گلابو برداشتن چپه کردن سر تا پایین نظام و مقام عظما و شیخ فری و حاجی رفسنجانی و همه بالا تا پایین. چیکار کنیم؟ میشه از هم چیزی؟ فعلا که شده. پس این دولت مردان چه میکردن؟ هیچی، کلاشون رو چسبیده بودن که باد نبره. از پنجشنبه که درگیر اون جریان اوین بودن که قرار شده ما صحبتشو نکنیم، قبل و بعدش هم همیشه بخور و اینا بالاخره تو کارشون هست دیگه. ببینید 3000 میلیارد تومان این عددی که بچه‌ها به من دادن اختصاص دادن به حوزه سلامت. اون 3000 میلیارد که دیگه اصلا عادی شده. آره، طرف خورد و گفت به سلامتی حوزه که دستکجیامو همه رو همونجا یاد گرفتم. بالاخره رقمش چقدره؟ 3000 یا 4؟ با نرخ دلار امروز حساب بکنی که از 4000 میلیارد هم خیلی بیشتره. ولی داشتم سر یارانه ها میگفتم. مردم همیشه در صحنه برعکس بودن تو قضیه. تو بهمن ماه گفتیم همه بیای بیرون، هیچ کی از خونه نیومد بیرون. اینجا گفتیم نیاین، همه اومدن تو صف. بابا این دولت خیر شما رو میخواد بهشت رو برای همه شما تضمین بکنه، برای همه شهروندا. کسی که با این یارانه ها یه مدتی تو این مملکت زندگی بکنه، بعد مرگش تو اون دنیا که بره همه میگن آقا نامردیه، دوباره ببرنش جهنم، یه رفت ببرنش بهشت. ولی من نمیدونم که چرا مردم گوش نکردن و کسی انصراف نداد. قرار یه بخش مهمی از این یارانی که انصراف داده میشود از اینجاها برامون بگین، عدداش بگین، چه اتفاقاتی قرار بیفته. البته کسی فکر نکنه که این وسط میتونه از دست دولت در بره ها. هر دوریشو دستشون میگیرن. این شیخ فری 7 خطر از این حرف هاست. پوله رو از تو جیبتون میزنه هر جوری که شده. یارانه گرفتن و نگرفتن تو نظام مثل رأی دادنه. رأی دادنش هم مثل آرایشگاه رفتنه. اول ازت با خنده میپرسن چه مدلی میخوای، ولی تو هرچی بگی باز همون مدلی رو که خودشون میخوان رو سرت پیاده میکنن. این هدفمندی یارانه ها چه تأثیر داره توی حالا امنیت عمومی؟ خب همش همینه دیگه. وگرنه نگران چی هستیم؟ خودت نمیفهمی، فکر کنم منم نمیفهمم. قیمت بنزین رو چرا عقب جلو میکنیم و تهش نمیگیم که قراره بره بالا؟ سالمن متوجه شدین؟ دوباره میگم لازم نکرده، من فهمیدم تو نفهمیدی. کی میخوای تو درست بشی؟ تو میدونی که سخت‌ترین مرحله ترک بیشعوری همون مرحله اولشه. یعنی اینکه باور کنی که بیشعوری.
مقام عظما و حاجی رفسنجانی سر هرچی با هم دیگه دعوا کنن و خرخره هوا بجوان و موهای همدیگه رو بکشن، سر این ترس با همدیگه شریک کرد. به جفتشون گفتم دلی که همش بلرزه دل نیست، ژله. یه فکری به حال خودتون بکنین. مقام عظما تازه تو جمع شعرا بود و یه خورده همچین تو فضا بود، با همون فضای شعری درد و بدبختیشو ریخت توی ربایی که قرار شد من بگم برا بچ پشت کامیوناشون بنویسن. گفتش که از ترس سقوط اینقدر در نروید، چون خیلی از کنارش در رفتن. از ترس سقوط اینقدر در نروید، از پهلوی بنده آن طرفتر نروید. یک دانه طلسم بود و آن هم بشکست، اینقدر به جام زهر من ور نروید. طفلی اینقدر سطح آرزوهاشو آورد پایین این مقام عظما، آخرش فکر کنم برسه به نفت. هسته‌ای رو بای دادیم، یه سبد کالا گرفتیم که تازه اونم تقش در اومد که هنوز پولش نرسیده. الان معلوم نیست چی باید بدیم تا پول این یارانه ها در بیاد. به هر حال درد دل زیاده، ولی تو جمعش کن، چون نه تو آدمشی نه من حوصله‌شو دارم. بازم این موضوع رو پی خواهیم گرفت و منتظر نظرهای شما هم خواهیم بود. آقای دکتر خداحافظ، سلام بنامش. بینندگان گرام، عزت شما زیاد، ولی این بحثش بازم هست. من که میدونم تا کجا بیخ داره.